یه نفرم پیدا نمیشه تو لس سانتوس بهمون کمک کنی یه کازینوی بزنیم. اومدیم یه قهوه‌ای بخوریم جان که بسته. یه کاری هم نیست ما انجام بدیم یه پولی در بیاریم. خسته شدیم بی پولی. یه کف کردم. داداش دنبال کار میگردی؟ آره شما؟ من یکی از پولدارای لس سانتوسم. من کارآفرینم. تو چی کاره ای؟ ما همه کاره، فقط کار رو بیافریم. آچار فرانسه ای تو با این ریخت و قیافت؟ کجا فرانسه بودم. ای بابا چی شد دیگه نیستی؟ یکم سرم کلا گذاشتم. اوکی. پایه‌ای برای یه دزدی بزرگ؟ آره بزن بریم. بزن بریم چی؟ اول باید بفهمم چی کاره ای. تو تا حالا سابقه دزدی داشتی یا نه؟ به اندازه سن تو اگه 10,000 برابر کنی. چه دزدی مثلا؟ انقدر راه نرو. چه دزدی؟ هر چی تو بگی. مثلا تا حالا از کازینو شهر که اونجاست دزدی کردی اونجا؟ آره چطور؟ تو اف بی آی مفیای که نیست جهیانه. من قبلا بودم، لباسم هم الان مال افیایه، ولی خب دیگه نیستم. استفاده دادم زدم تو کار دزدی. من کار پلیسی نمیکنم. بیا تا بهت بگم. بیا تا یه چیز جالب بهت نشون بدم مطمئن شی من اف بی آی ام دیگه نیستم. اون ابهت رو میبینی؟ آره برکت بده به صاحبش، مال منه. دقیقا همین. یه سوار ماشینم شیم تا بریم سر دزدی. داداش آره خلاصه یه اینا رو از نزدیک 2 کجا میلیون آوردی؟ اینا رو داداش من نخریدم حقیقتش، اینو دزدیدم. نباید ردیابی باشه، این خوشگل تره. دست تو که نزن گفتی مال اف بی آی. بابا، دست نزن، به تو ربطی برو نره. بابا. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. این نقشه رو میبینی؟ خب این نقشه کار ماست. درهای ورودی رو میبینی؟ درهای ورودی باید به دقیق و دقیق بریم. از در پایین ورود میکنیم، از در پایین هم خروج میکنیم. با ماشینا رو یه بنده برا خدا. من مهم نیست، من همه کاری بلدم، فقط بگو چقدر پول بهم میدی. چقدر تا حالا همین. کازینو زدی؟ چند بار تا حالا کازینو زدی؟ چند؟ سکرت کارمه، بگو چقدر پول میدی. ببین من نزدیک نصف این هر چی زدیم به تو میرسه. نصف این هر چی زدیم. خب بیا استارت کنم. من میرم استارت بکنم، تو رو هم دعوت بکنم. بیا. واسایی داری؟ فدات شم داشت. اینا هم نکنه خریدی یا دزدیدی؟ نه اینا رو هم دزدیدم. ما کلا کارمون دزدیه. برو بشین برون. بدو با بدو. چی بریم دزدی؟ برو بشین برون. همین این کمری. آره همین تویوتا کمریه. سوار شو. آخه با کمری هم اینم دزدی ماشین عرباست. زیاد صحبت کنی اخراجت میکنم پسر. برو باش بابا. پسر. شاخ شدی تو. چی گفتی؟ تا حالا تو ماشین رو نگاه کردی از نزدیک؟ هیچی بود. خوبه. به پیش دست راست. بابا گازش بده. این ماشین شلو ما بده. وقتی هم برو با دست چپ. کمری نمیان دزدی اینه برو دیگه. دست چپ. باشه بابا. برو دست راست. به پیش دست راست. اوی رد کردی. این برگه دیگه چرا؟ برو تا بهت بگم از کجا باید بریم. همینجا بزن بغل بریم. برو بزن بغل. تو نزدیک بزنم دیگه. نه همینجا. اومدی دوزی نیومدی که بری کازینو خرید کنی. ببین پسر یه چیزی وجود داره به نام تیزر. یه گانه خفنی آجی. آره فدا چه. ببین یه چیزی به نام از تیزر. اینو باید تیز کنی. گرفتی به چی میگم؟ بعد ورود میکنی به در. بار تو کش بده. تو جلو میری یا من جلو برم؟
من جلو میرم داداش، شاگرد که جلو نمیره. سر اینجا که وارد میشی اینجا یه فیوز باکسه، باید بزنی تیزش کنی. اوکی میای داخل، اینجا 2 نفره. من از قبل بچه ها گفتم بکشنشون. ببین چقدر بچه ها حرفه‌ای بودن. این دوربینه رو نباید بزنی من یا نه؟ نه با تیر نه، با فیوز فقط. بعد میای این ور کارتو میکشی، البته تو یه نگاه میندازی این طرف رو میکشی، طرفی که کشتی کارتو میکشی. برو داخل، بیا این ور، حواست جمعه. اینجا کمپ میکنی اون آدمه که اونجاست و حواست باید باشه. سیکیوریتی های اینجا همه جا پخشن. میگیری به چی میگم؟ آره. بعد میدوی پوی سرش، میدوی میگیری روش. آسانسور هم مال بله، بچه برو. سوسولاست. گرفتی چی شد؟ آسانسور مال بله. بچه سوسولاست. شما راست میگی. وایسا پوی سر من بیا. اینجا حواست باید جمع باشه چون که یه سیکیوریتی دیگه اما هست. نیاز نیست شما دستتو بخون آلوده کنی، بده ما میگم آلوده کنی. قصه نخور. صداتو کم کن، صداتو کم کن، خود صداتو کمتر کن. بیا. بریم بیا. ببین پسر، میای اینجا اینو سریع تیز بکنی میپیچی اینجا. بیا پشت سرم، بودو. خب یارو از اون ور میاد، سریع تو میری از این ورش. بودو پسر. آروم اینجا رو حواس جمع دوباره باید بری. اینجا رو خیلی حواس جمع. دوربینو بزن بابا. اینجا هم حواس دوربینو بزن، من جمع. حبسمو کشیدم. اینجا باید طرف رو بکشی. ببین تا میمیره. حالا میدوی تو برو داخل من این طرف رو میکشم. برو وایسا استیبل اون کار داره. برو اون ور. بذار من میکشم، برو اونور من میکشم. سریع حرفه‌ای میری هدش رو میزنی میای بیرون. برو ببینم. باشه. شیر مادر نان پدر حلاله. بیا. زیر خمشو گرفتمش کردی. آره 1 2 3 میگم میزنی. 1 2 بله. 3